تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت مرکز آمار دولت نهم استخراج شده‌اند. فکر می‌کنید درآمد نفتی دولت آقای احمدی نژاد چقدر بوده است؟ فکر می‌کنید چند درصد از این درآمد به جای تولید داخلی صرف واردات کالاهای خارجی شده است؟ تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی و مرکز آمار دولت نهم استخراج شده‌اند. فکر می‌کنید هر یک از دولت‌های بعد از انقلاب در برابر هر 1 میلیون دلار درآمد نفتی چند شغل جدید ایجاد کرده‌اند؟ دولت آقای موسوی به ازای هر 1 میلیون دلار 17 نفر، دولت آقای هاشمی 26 نفر، دولت آقای خاتمی 23 نفر، و دولت آقای احمدی نژاد رکورددار بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران کمتر از 5 نفر. بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران صرف چه کاری شده است؟ تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی دولت نهم استخراج شده‌اند. فکر می‌کنید در 30 سال گذشته بالاترین درآمد نفتی سالانه متعلق به کدام دولت بوده است؟ دولت احمدی نژاد با میانگین 70,000 میلیارد تومان در سال رکورددار درآمد نفتی تاریخ ایران است. آیا از این درآمد هنگفت به بهترین شکل استفاده کرده اید؟